در ولایت انبار عراق مردم بیخانه و درمانده گرد همایی اعتراضی تشکیل کردند. با گفته آنها هنگام عملیات نظامی بر ضد گروه دولت اسلامی خانه‌های آنها بمباران شدند. ساکنان شهرهای فلوجه و رمادی میگویند حکومت زیر رهبری نوری المالکی مسئول تخریب خانه‌هایشان میباشد. رهبران قبیله ها همچنان جنایت‌های سلاح به دستان گروه دولت اسلامی را تنقید کردند. در افغانستان همزمان با شروع مذاکرات تأسیس حکومت وحدت ملی، یک پیشوای اسلامی مردم را به نماز مشترک دعوت کرده است. کمیسیون وحدت ملی از 40 عضو گروه‌های انتخاباتی نامزدهای کرسی ریاست جمهوری اشرف غنی و عبدالله عبدالله عبارت است. این نهاد هفته آینده مشورت‌هایش درباره تقسیم قدرت در این کشور را مطرح می‌کند. در عرفه روز استقلال پاکستان که 14 اوگوست تجلیل می شود، در شهر پشاور قطار راه آهن با نسخه جایهای تاریخی و شهرهای پاکستان سیر یک ماهش را آغاز نمود. قطار راه آهن که قطار استقلال نام دارد، گوشه های مختلف پاکستان را عبور نموده در شهر کراچی سیرش را به انجام خواهد رساند. در جمهوری تاتارستان روسیه اعتراضگران می‌خواهند از بنیاد مکان نگهداشت پرتوهای هسته‌ای که طبق نقشه در 15 کیلومتری شهر قزان جایگیر خواهد شد جلوگیری کنند. شرکت راساتم روسیه سعی دارد برای بنیاد این انبار اجازتنامه گیرد. به قول مسئولان راساتم در انبار کنونی پرتوهای هسته‌ای که در تاتارستان وجود دارد جای خالی نمانده است. در مولداوا 38 اختیاری کورپوس صلح در مراسم سوگند یادکنی اشتراک کردند. آنها معلمان زبان انگلیسی و خادمان ساحه بهداشت بوده 2 سال آینده را در این جمهوری سپری می کنند. کورپوس صلح برنامه حکومت ایالات متحده آمریکا بوده در سراسر دنیا لایحه‌های رشد را تطبیق می کند.